خب سلام به همه شمایی که دوست دارید زبان فارسی رو یاد بگیرید. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو درباره این صحبت میکنیم. داشتن. کاربردهای مختلف داشتن در زبان فارسی. Different usage of داشتن in Persian language. با من همراه باشید. If you like learning Persian language, please subscribe Pro Farsi channel and hit the bell that you don't miss our new videos. خب حالا به این جمله ها نگاه کنید. Look at these sentences. او 20 سال دارد. او 20 سال دارد. He is 20 years old. من یک خواهر دوقلو دارم. من یک خواهر دوقلو دارم. I have a twin sister. Twin means دوقلو. Twin دوقلو. او در کتابخانه‌اش کتاب‌های بسیاری دارد. او در کتابخانه‌اش کتاب‌های بسیاری دارد. He has many books in his library. دوستم دیشب سردرد شدیدی داشت. My friend had a severe headache last night. Severe headache. سردرد شدید. تو اخلاق خوبی داری. تو اخلاق خوبی داری. You have good manners. تو موی کوتاه داری. You have a short hair. خانه ما 2 اتاق خواب دارد. Our house has 2 bedrooms. خب حالا با همدیگه کاربردهای فعل داشتن رو جزئی تر بررسی میکنیم. Let's learn the usage of داشتن in detail. به این جمله ها نگاه کنید. او 20 سال دارد. دارد is the present tense of داشتن. In this case we use دارد to talk about age. سن. age. او 20 سال دارد. جمله بعدی. من یک خواهر دوقلو دارم. من یک خواهر دوقلو دارم. از فعل داشتن برای گفتن نسبت و روابط استفاده میکنیم. We use دارم, the present tense of داشتن, to talk about relationship, family relationship. بعدی. او در کتابخانه‌اش کتاب‌های بسیاری دارد. We use دارد here in this case to talk about ownership. او کتاب‌های بسیاری دارد. ببینید دوستم دیشب سردرد شدیدی داشت. داشت the past form of داشتن is a past tense. We use داشت here in this case to talk about to expression of illness. برای بیان بیماری استفاده می کنیم. جمله بعدی. این زن میگه she says تو اخلاق خوبی داری. تو اخلاق خوبی داری. و او میگه and she says تو موی کوتاه داری. از داری و داری we use here to talk about to describing someone's characteristics. برای بیان ویژگی کسی. بعدی. خانه ما 2 اتاق خواب دارد. خانه ما 2 اتاق خواب دارد. Use دارد here describing characteristics of something.
برای بیان ویژگی چیزی استفاده میکنیم. خب حالا چند تا مثال دیگر رو با هم بررسی میکنیم. Let's see some examples. من 34 سال دارم. I am 34 years old. پس برای سن age. من یک برادر دارم. I have one brother. پس برای روابط relationship. من یک ماشین دارم. من یک ماشین دارم. I have a car. برای مالکیت ownership. من کمردرد دارم. I have backache. من کمردرد دارم. بیان بیماری. من لباس زرد دارم. من لباس زرد دارم. برای بیان ویژگی ها. یک کاربرد دیگه فعل داشتن اینه که میتونیم فعل مرکب بسازیم. Another usage of داشتن is we can make a compound verb. ببینید اسم به اضافه داشتن میشه فعل مرکب. Noun plus داشتن will be compound verb. We can add noun before داشتن to make a compound verb. علاقه داشتن. علاقه داشتن. Be interested in. این جمله رو نگاه کنید. من به موسیقی پاپ علاقه دارم. I am interested in pop music. یا علاقه داشتم. Past tense. علاقه داشتم. I was interested in. بعدی سوال داشتن. سوال داشتن. Have question. من یک سوال دارم. من یک سوال دارم. Present. I have a question. من یک سوال داشتم. Past tense. صبر داشتن. صبر داشتن. Be patient. ببینید من صبر نداشتم. Negative. صبر نداشتم. صبر داشته باش. صبر داشته باش. من صبر نداشتم. I wasn't patient. صبر داشته باش. It's the imperative. Be patient. فعل بعد مهمان داشتن. مهمان داشتن. Have guest. من امشب مهمان دارم. I have a guest tonight. دیشب مهمان داشتم. I had guest last night. فعل بعد شک داشتن. شک داشتن. Have doubt. من شک دارم. I have doubts. من شک ندارم. I don't have doubts. Hope you liked this video. خداحافظ.